در چند کشور شوروی پیشین مردم روزی یادبود از قربانیان سیاسی را برگزار می کنند. این روز به آنان دخل دارد که در دوره شوروی کشته و یا زندانی شده بودند. در مسکو گروه های حقوقی بشر و سازمان های روزنامه‌نگاری به پاس خاطره ورلم شلموف زندانی سیاسی پیشین که زندگی در گولگ را به قلم داده است، لوحه خاطره را باز کردند. در بلاروسیا به طور رسمی روز یادبود را برگزار نمی کنند. 33 نفر فعالان جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران را در تظاهرات غیر قانونی در قبرستان کالواریا مدت بازداشت کردند. آنها خاطره قربانیان رژیم استالین را گرامی می داشتند. در افغانستان کمیسیون دولتی حقوق بشر با سازمان‌های غیر دولتی ملاقات کرد تا موردهای سوء استفاده جنسی از کودکان، ازدواج کودکان و فحش اجباری را همه‌جانبه بررسی کنند. نمایندگان گفتند که آنها برای پیشگیری بعد از 6 ماه رسیدگی برنامه عمل را پیشنهاد می‌کنند. در شهر دوشنبه شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان با کتابخانه ملی تاجیکستان 200 نسخه کتاب هدیه کرد. اکثر آنها به تاریخ مشترک هر دو کشور تعلق دارد. این هدیه را قدم در راه بهبود مناسبات دو کشور می‌دانند که برای مسائل انرژی سرد شده است. در قزاقستان فرهنگستان علوم تحقیقات را معرفی کرد که به فرهنگ قزاق‌ها در خارج ارتباط دارد. گروه دانشمندان جمعیت‌های قزاق مقیم چین، روسیه، مغولستان و کشورهای دیگری آسیای میانه را تحقیق کرده است. و در قرقیزستان 50 جفت جوان در مراسم عروسی در بیشکک با یکدیگر عقد نکاح بستند. وزارت کار با جوانان و سرمایه‌گذاران خصوصی مخارج عروسی را پرداخت کرده اند. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.